سلام و درود بر شما بینندگان عزیز در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت صدا و تصویر شبکه جهانی اندیشه هستید. من فرامرز فروزنده به اتفاق داریوش ذهاب مدیر تلویزیون اندیشه، آقایان عماد، مهیار و سارو برنامه امروز رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. برنامه نسیم شمال با حضور مهمان گرانقدری که تا دقایقی بعد در محل استودیوی تلویزیون اندیشه با اون مصاحبه خودم رو آغاز خواهم کرد. دختر زیبا، فهمیده و تحصیل کرده ایرانی، یک ایرانی، ژاپنی، آمریکایی که برای دیدار سرزمین مادری رفته بود، چند ماهی گرفتار مسائل مختلفی که در ایران بسیار عادی است شد و برگشت و امروز ما در خدمت او هستیم، پای خاطرات او میشینیم، با او و برداشت‌های او درباره ایران امروز با هم صحبت میکنیم با رکسانا صابری. اما این تا دقایق دیگر خواهد بود. قبل از اینکه به رکسانا برسیم من چند مطلب دارم که باید خدمت شما بگویم. دیشب مهمان بودم و دعوت شده بودم در جلسه بزرگداشت رضا بدیعی، کارگردان بزرگ سینمای در واقع هالیوود که 80مین سال تولدش جشن گرفته شده بود. برای این برنامه زحمت بسیار زیادی کشیده بودند و دوستان آمریکایی و دوستان ایرانی رضا صابری از نقاط مختلف جهان گرد هم آمده بودند تا بزرگداشت این سینماگر بزرگ ایرانی و جهان رو برگزار بکنند. شب فوق‌العاده جالبی بود. این برنامه زحمت اصلیش از نظر مدیریت بر عهده پرویز غریب‌افشار، پیشکسوت تلویزیونی ما در ایالات متحده آمریکا و ایران بود و برنامه خوبی بود و در رویس هال در واقع دانشگاه UCLA با آبرومندی بسیار برگزار شد. هفته آینده روزهای 7 و 8 ماه در واقع می خانم گردآفرید به نقالی در شمال کالیفرنیا در شهر ریچموند میپردازه. ساعت 7:30 شب در سنترال استیج شهر ریچموند. کسانی که مایلند در این مورد اطلاعات بیشتری داشته باشند باید با خانم ترانه روستا در شمال کالیفرنیا تماس بگیرند و اطلاعات بیشتر رو پیدا بکنند. اما بینندگان عزیز، یه اتفاق جالب در این شهر فرشتگان افتاده، خیلی جالب. شما آقای بنیامین خواننده ایرانی رو حتما میشناسید. بنیامین اولین آلبومش اگر من اشتباه نکنم یا معروفترین آلبومش یک آلبوم فردی نیست، آلبومی است که با محسن چاوشی و محسن یگانه اون رو عرضه کردن. آلبوم فوق العاده زیبایی بود. اما راه این خواننده ها از هم جدا شد و هر کدومشون کار خودشون رو دارن میکنن. محسن یگانه مستقل، محسن چاوشی مستقل کار میکنه و آقای بنیامین هم مستقل. آلبوم دوم و سوم آقای بنیامین رو که من گوش میکردم دیدم که اینشون یه تحول عجیبی پیدا کرده. موسیقیش موسیقی به قول معروف ساختار شکنه. مثلا عشق از نظر ما ایرانیا خیلی چیز مقدسی است. عشق خیلی معنی داره. اصلا این عاشقی که همیشه منت معشوق رو میکشه، همیشه این مرده که دنبال زن میدوه، همیشه نازشو میکشه، همیشه نازشو میخره، همه کار میکنه برای اینکه دلشو به دست بیاره. در یکی از این آلبوم ها اونچه که من دیدم، بنیامین به معشوق، به زن مورد علاقش حتی ناسزا میگه برو پی کاره، ناز میکنی نمیخوامت، من میرم سراغ یکی دیگه، تاخچه بالا چرا برای من میذاری و خلاصه از این حرفا. برای من خیلی عجیب بود این موسیقی جدید ایران. اما خب اجراهاش خوب بود، به کمک این دستگاه‌های الکترونیکی فوق‌العاده بود. آقای بنیامین گویا هفته آینده در لس آنجلس کنسرت داره و جالبه بدونید بلیط‌ها سولد اوت شده. یعنی دیگه اصلا شما اگه یه بلیط رو بخواید نمیتونید پیدا بکنید و مردم به هر قیمتی برای خریدن بلیطش دست و پا میشکنن. اما میدونید آقای بنیامین چه شرایطی گذاشته؟ برای اولین بار حیرت انگیزه. آقای بنیامین میگوید که من اون شب در محل کنسرت هستم، CD هام رو امضا میکنم، عکس میگیرم در کنار اون کسانی که میخوان، اما به یه شرط. فکر کنید اون شرط چیه؟ خانوم هایی که میخوان بیان و من براشون CD رو امضا کنم باید روسری سرشون کنم.
اینم شد حرف. یعنی حجاب اسلامیشون رو حداقل با یک روسری باید رعایت کنن. حالا شما که دختر و پسراتون رو میفرستید به دانشگاه UCLA، حتما در این هفته برید و روسری بخرید. و اگه در این دوران رکود اقتصادی در آمریکا شما کارتون از دست دادید، من بهتون پیشنهاد میکنم 200 تا روسری بخرید و شب کنسرت ببرید در محل کنسرت آقای بنیامین. بهتون قول میدم به 2 تا 3 برابر قیمت میتونید بفروشید، چون مردم هجوم میارن برای اینکه این روسری ها رو بخرن. اما فکر میکنم یه اتفاق دیگه هم میفته. این دخترای ما که اینجا بزرگ شدن، اینا که این شعائر اسلامی رو نمیتونن به درستی رعایت بکنن، اینا که متوجه نیستن، اینا ممکنه برن دست بدن به آقای بنیامین و آقای بنیامین عمل حرام انجام داده باشه. نمیدونم خودش به این فکر افتاده و مدیریت کنسرتش به این فکر افتاده یا نه، ولی بهتر اینه که یک عاقد هم بیارن تا دخترهای ما رو ابتدا به صیغه آقای بنیامین در بیارن، بعد ایشون CD رو امضا کنن و احتمالاً باشون دست بدن. مقدم جمهوری اسلامی در لس آنجلس مبارک باد. این یکی رو کم داشتیم. حالا خواننده ها میان دونه به دونه، اینا هم از توبره میخورن هم از آخر، هم دل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو میخوان به دست بیارن و هم از این طرف در واقع فروش و سولداتشونو بکنن، بلیطای گرون قیمتشونو بفروشن. به این میگن بیزنس. اما شما کسانی رو میبینید مثل ستار، مثل مرتضی، مثل 10 خواننده دیگه، جوان یا پیشکسوت، با مسائل بسیار زیادی اینا مواجهن، اما کسی برای بلیطاشون دست و پا نمیشکنه. چرا؟ چون اینا عادت ندارن به زن توهین کنن، چون اینا عادت ندارند به بیننده هاشون بگن که اگه میخواید با ما عکس بگیرید باید روسری سرتون باشه. ولی آقای بنیامین میگه و سالن هم سولدات میشه. به نظر من که بلیط گیرم نیومده، حاضرم نیستم حقیقت چه بخواید برای کنسرت آقای بنیامین پول بدم. اما شما اگه میرید اونجا، به عقیده من وسط این آنتراکتا وقتی جماعت داره هورا برای ایشون میکشه، یه جوری باید اعتراضتون نشون بدید. روسری‌ها رو که بهتون در واقع فروختن باید از سرتون بردارید، اعتراض بکنید به این عمل. ما باید عکس العملی به این قضیه نشون بدیم. ما نباید اجازه بدیم به زودی کنسرت های زن و مرد جدا، اگر نجنبینیم اتفاق میفته. کنسرت های زن و مرد جدا در لس آنجلس خواهیم داشت. هاشا به غیرت ما ایرانی ها. بعد گله میکنیم که چرا جمهوری اسلامی در خود ایران این اتفاقات میکنه. آقایون، این جمهوری اسلامی نیست، این یه خواننده پولسازه که هم از توبره میخوره هم از آخر. نگاه کنید به قطعه موسیقی امام زمان آقای بنیامین تا ببینید که ایشون دل کیا رو میخواد به دست بیاره. با هم نگاه میکنیم.
جگر من نوه و زمزمه ای آقا 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 بله، من فکر میکنم که حتما جماعت زیادی میرن قطعه حضرت زینب، قطعه امام زمان و قطعه علی، حسین و محمد آقای بنیامین رو بشنوند. خوش آمدید، بروید و تماشا بکنید و لذت ببرید، اما ما در این لذت خودمون رو با شما شریک و همراه نمی کنیم. بگذاریم از این اتفاقات میفته و ما باید در مقابل این قضایا مقاومت کنیم و عکس العمل خودمون رو نشون بدیم. بینندگان عزیز، میهمان عزیز من که در این دقایق در خدمتش هستم و پذیرفته در تلویزیون اندیشه در زمان کوتاهی که در اختیار داره حضور پیدا بکنه و من شانس گفتگو با او رو داشته باشم، کسی نیست جز خانم رکسانا صابری. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. خیلی محبت کردید و خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. مرسی. خانم صابری، شما به یک باره به یک چهره بین المللی بر اساس یک اتفاق تقریبا میشه گفت در جریان زندگی در ایران اتفاق ساده، یعنی خیلی چیز عجیبی نبوده که شما 3 ماه رو در زندان به سر ببرید و به هر حال بازجویی بشید و بعد محاکمه بشید و بیاید. اونچه که عجیب هست این است که فقط 3 ماه دچار این دردسر بی‌دلیل در واقع شما شدید. اما همین این سبب شد که این واقعه بد سبب شد که از شما که یک دختر جوان و تحصیل کرده ایرانی، ژاپنی و امریکایی هستید، یک چهره بین المللی بسازه، چهره‌ای که امروز با کاری که کردید نشون میده در چه راهی دارید قدم میگذارید. بینندگان عزیز، کتاب رکسانا صابری به نام Between Two Worlds، بین دو جهان، کتابی است که اخیراً منتشر شده. این کتاب امشب در واقع برای بوک ساینینگ آماده است و در محلی که قسمت آگهیش رو خواهند کرد خدمتتون و شما در بین آگهی‌های این برنامه خواهید دید. در فکر میکنم اگر در رویس هال فکر میکنم باشه، در رویس هال دانشگاه UCLA که دیشب بزرگداشت آقای بدیعی برگزار شد، خانم رکسانا صابری این کتاب رو برای علاقمندان امضا میکنند در جریان یک نشست بسیار مهم در زمینه حقوق بشر که خانم رودی بختیار، آقای کاظمزاده و آقای فرشید امین هم در اون حضور دارند. در این کتاب رکسانا تجربه به سر بردنش رو در بازداشتگاه و زندان اوین و محاکمه بیان میکنه. رکسانا این خاطره رو در بسیاری از مصاحبه‌های تلویزیونیش گفته. من تقریبا همه مصاحبه‌های او رو نگاه کردم و همه مصاحبه‌های کتبی او رو خواندم. دیگه حفظ شدم تمام جریان رو. برای شما این رو من به طور خلاصه میگم، بعد یه قطعه رو نگاه میکنید، قطعه بسیار دلپذیر از برگشتن خانم صابری به ایالات متحده آمریکا به خانه‌اش در نورت داکوتا. به نظر من قطعه خیلی تاثیرگذاره و نشون میده که هم شهری‌های خانم رکسانا صابری، هم ولایتی‌های خانم رکسانا صابری از او چگونه استقبال کردن. من نمیخوام خانم رکسانا صابری تمام جریان رو بیان بکنه، اگر اجازه بدید من خلاصه‌شو بگم. خواهش میکنم. خانم رکسانا صابری در روز 31 ژانویه 2009 بله، حدود ساعت 9 صبح به هر حال فکر میکنه پستچی آمده، در خونه رو باز میکنه و بعد حکم
دادستانی رو میبینه و به هر حال عده‌ای میان وارسی میکنن خونه رو، همه چی رو به هم میرسن. عده‌ای از بسیاری از وسایل خانم صابری رو ثبت و ضبط میکنن، همراه خودشون میبرن. خانم صابری رو هم همراه خودشون میبرن. ایشون چند روز در سلول‌های انفرادی، در زندان انفرادی بوده، زیر بازجویی‌های متعدد قرار میگیره و زیر فشاری که در بازجویی‌ها به او وارد میشود اعترافاتی میکنه که اصلا به اونها معتقد نبوده. به هر حال بعد از اینکه به بندی منتقل می شود که با دیگر زندانیان بوده و این فصل بسیار زیبایی از این کتاب رو به خودش اختصاص میده، به نظرش میرسه که نه، من نباید به دروغ چیزی رو که باور ندارم به خودم نسبت بدم. در دادگاه که به هر حال ایشون رو میبرن، تمام اعترافات خودش رو پس میگیرد و میگوید تمام اینها زیر فشار انجام شده بوده. ایشون به 8 سال زندان محکوم میشه، اما فشار افکار عمومی جهان، فشار خانواده خانم صابری و روزه‌ای که ایشون میگیرن، اعتصاب قضایی که ایشون میکنن، به هر حال مقامات قضایی انقلابی رو در ایران بر این میداره که حبس ایشون رو معلق بکنن و خانم رکسانا صابری از زندان آزاد بشه، به ایالات متحده آمریکا برگرده. رکسانا از این موهبت برخوردار بوده که چند ملیتی است. تنها شرکت ها چند ملیتی نیستن. این انسان هم مثل بسیاری از فرزندان ما چند ملیتی است، یعنی ایرانی، ژاپنی و آمریکایی است. بنابراین 3 ملت به قضیه رکسانا خیلی دقیق نگاه میکنن و این مسئله یک مسئله جهانی میشه تا رؤسای جمهور و شخصیت‌های برجسته جهانی در واقع از دولت ایران میخواهند که دست از این بازی برداره. دولت ایران زیر این فشارها تن به آزادی رکسانا صابری میده و رکسانا به آغوش خانواده‌اش برمیگرده. قبل از اینکه گفتگوم رو با رکسانا صابری آغاز بکنم، اجازه بفرمایید به قطعه کوتاه مربوط به بازگشت رکسانا به ایالت داکوتای شمالی و شهر محل زندگیش با هم نگاه کنیم. میریم و برمیگردیم. I didn't think I was going to get emotional when I came out of the airplane. So the first time I've really cried in public. Wonder what the video is going to look like. But really, it's very moving to see friends that
soon. Thought maybe when I was going to be 40 years old, maybe I'd see you again, but I'm glad I'm seeing you when I'm 32 instead. When I left Fargo last time, it was last August. It was for a visit and also to speak at Concordia College. And at that time, I had no idea what was going to happen to me over the next few months. I could have never, ever imagined. And those first few days in Evan prison, I was thinking to myself, I wish I had known I would have never left Fargo. But you can't change the past. And even though I went through a lot of difficult times over the past few months, some good things also came out of my experience. And one of those good things was that I understood the value of good friends and good community like you. When my parents first came to see me in prison in early April, they started telling me about the kinds of support that I had from people both outside Iran and inside Iran who were pushing for my release. The support that I got from you, my home community, was especially dear to me. My parents told me about the ribbons that you handed out and tied on trees, about the vigil that you held for me, how people planted flowers in our yard, how many people were saying prayers for me. And also what was very important was that I heard that people here were speaking out for me. People who knew me, some people who didn't perhaps, but all of them seemed to trust me. And I thank them for that trust, for telling the world that I really wasn't a spy. I was moved when I heard some of these things. بله، این گوشه از فیلم بازگشت رکسانا بود به خانه‌اش در نورت داکوتا. خب خانم رکسانا، من توضیح مختصری که دادم کافی بود برای بیان اون چه که شما در مورد در کتاب نوشتید. چیزی رو میخواید بهش اضافه کنید؟ چند تا چیزی کوچیک، مرسی، ولی مقدمه خوبی بود، مرسی. همون جوری که تو همون فیلم الان داشتم میگفتم، واقعا شانس داشتم که حمایت بین المللی داشتم و حمایت از وضعیت تو ایران هم داشتم و میدونم، احساس میکنم این شانس رو داشتم. یک دلیل بزرگی این بود که من ایرانی امریکایی بودم، مادرم ژاپنی بود، کار خبرنگاری انجام میدادم برای چند تا نهاد بزرگ خبرسازی و شناخته شدن تو دنیا و این حمایت داشتم از خبرنگاران دیگه دنیا هم حمایت داشتم. موقعی که آزاد شدم کمتر از 1 سال پیش بود، هم خوشحال بودم هم غمگین بودم. که خوشحال بودم که خب من آزاد شدم، ولی غمگین بودم که چرا زندانی‌های سیاسی و زندانی‌های وجدانی هنوز تو اون زندان بودن و موندن و بعضی از اونا همسولای خودم بودن که راجبشون تو کتاب نوشتم که فقط به خاطر اینکه به طور مسالمت آمیز از حقوق اساسی بشر دفاع می‌کردن، مثل حقوق آزادی بیان یا آزادی عقیده. 2 تا از همسایه‌ام هنوز اونجا هستن، تا جایی که میدونم حداقل 2 تا هستن، خانم مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی که 2 تا از 7 تا جمع یاران جامعه بهایی هستن تو ایران، با 5 تا از همکارانشون که بهایی هستن تو جمع جانان اونجا دستگیر شدن. الان تقریبا 2 سال اونجا هستن و هنوز تو پروسه دادگاهی هستن که اتهاماتشون خیلی سنگین هست، مثل اهانت بر علیه چی هست، insulting religious sanctities، اقدامات بر علیه امنیت کشور، آره، اهانت بر علیه مقدسات اسلامی همون، یا مفسد فی الارض، این چیزا.
و قاضیشون همون قاضی بود که به من حکم 8 سال داد و بعضی دیگه هم مثل آنها هستن که هنوز تو زندان هستن و بعد از اینکه آزاد شدن و بعد از اون انتخابات پارسال بیشتر دستگیر شدن که امیدوارم که با خواندن این کتاب مردم بتونن بفهمن که بی‌عدالتی وجود داره اونجا و بتونن سعی کنن هم صدا باشن با اون آدم‌هایی که دارن خودشون کوشش میکنن که صدای خودشون رو برسونن به مردم. و همچنین تونستم تو این کتاب از چند نفر تشکر کنم تا که قبلا تشکر نکرده بودم، شامل بهمن گوبادی که دوست پسرمه و اون موقع که دستگیر شدم یهو ناپدید شدم چون هیچکی ندید که این 4 تا لباس شخصی از خونم بردن و اجازه ندادم بگم کجا هستم به دوستام و خانواده و نگران من شد و بعداً فهمیدم که چند بار آمده بود دم اوین در اوین و پرسید روکسانا صبری اینجاست یا نیست و بهش میگفتن که نه هیچکی به اسم روکسانا صبری نیست اینجا، با اینکه توی سلول اونجا بودم و بعدش هم فهمیدم که اذیتش کردن به خاطر من. یه روز آمدن کتکش زدن و دستگیرش کردن چند روز توی ساختمان ناشناس و فشار آوردن روش که بگه که جاسوس هستم و چیزای دیگه بر علیه من بگه، ولی قبول نکرد و بهشم گفتن با رسانه‌ها نباید راجع به من صحبت کنه. بعد از اینکه حکم 8 سال به من دادن بهمن رفت به رسانه گفت که یه نامه سرگشاد نوشته و میخواست از دستگیر کنندگان منو آزاد کنه و غیر از بهمنم خیلی از دیگرانم تونستم تشکر کنم تو این کتاب، شامل خانم شیرین عبادی و آقای سلطانی که حاضر بودن با آقای دادخواه از من دفاع کنن. میخواستم که اونا وکلان باشن ولی اون مسئول اونجا یکی از اونا به خصوص اجازه نداد به من و منو پدرم تهدید کرد که نباید با اینا کار کنم. گفتن که اینا به ضرر من تمام میشه، ولی میدونم با اینکه نتونستن وکلان باشن آقای سلطانی و خانم عبادی علنا از من دفاع میکردن و اگه تونستند میتونستن وکلان باشن میدونم با شجاعت عمل میکردن، همچنین که برای دیگران هم به دیگران هم کمک میکنن، زندانی های سیاسی دیگه. خانم صابری، شما یه دختر تحصیل کرده هستین از یه خانواده خوب با 3 فرهنگ آشنا و همه شرایط زندگی خوب رو دارین، یه تجربه تلخ هم در ایران کردین. بله. چرا نمیرید پی زندگی خودتون؟ الان؟ آره، چرا کتاب نوشتید؟ چرا فعال شدید در زمینه حقوق بشر؟ چی میخواید دیگه؟ آزادتونم که کردن. چه چیزی شما رو وادار کرده که وارد این راه بشید؟ سوالم تونستم بگم؟ بله فهمیدم. یکی از همسلولام موقعی که تو زندان بودم به من گفت که روکسانا سعی کنید این چالش‌ها رو تبدیل کنی به یک فرصت. بحرانا رو باید سعی کنیم تو زندگی تبدیل کنیم به فرصت. اون موقع فکر کردم منظورتون چیه؟ اصلا چه فرصتی میتونه باشه این سختی هایی که داریم میکشیم اینجا؟ ولی فکر میکنم منظورش رو فهمیدم بعداً که با اینکه این بزرگترین چالش زندگیم بود، یه فرصتی بود که من احساس کنم و تجربه کنم اون تجربه که خیلی از دیگران دارن تجربه میکنن تو ایران، یعنی اون سختی هایی که دیگران دارن تجربه میکنن تو زندان اوین و زندان های دیگه تو ایران. منم فرصت داشتم احساس کنم و با دیگران هم آشنا شدم، با اونا زندگی میکردم تو این سلول ها که اونا هم روبرو با بی‌عدالتی شدن و تا اون موقع بی‌عدالتی احساس نکرده بودم، یعنی شاید با دیگران حرف می‌زدن بعضی وقتا راجع به تجربیات خودشون، ولی هیچ وقت نفهمیدم یعنی چی. و می‌دونم که بعضیا تو اون پروسه قضایی و اون سیستم دارن تلاش می‌کنن که اون کمبودی‌های
عدالتی کم کنن، ولی بعضی از دیگران تو قدرت هستن نمیذارن خوب کار کنن. پس این فرصت رو داشتم و در همزمان احساس کردم که مسئولیت هم دارم، چون توجه زیادی رو پروندم بود تو رسانه ها و داستانم منعکس شد تو دنیا. احساس کردم الان یه مسئولیتی دارم که اون چیزایی که برای خودم پیش آمد با مردم در میان بزنم و همچنین داستانای بعضی از همسلولام که هنوز خیلی هم مثل اونا دارن رنج میکشن. خانم شما 6 سال در ایران بودید، درسته؟ و به یه دلیل طبیعی، چون خودتون خودتون جوان هستید، بین جوانا بودید. به من برداشت خودتون رو بگید. جوان ایرانی چی میخواد؟ جوان ایرانی دنبال ایدئولوژیه، جوان ایرانی دنبال انقلابه، جوان ایرانی دنبال زندگیه، جوان ایرانی دنبال عشقه، جوان ایرانی سالمه، جوان ایرانی فاسده. یه تصویری به من بدید از جوان ایرانی. همون جوری که میدونید هر جامعه متنوع هست و آدمای و گروه های مختلف هست تو هر جامعه، ولی به طور کلی میتونم بگم خواستای اصلی که من دیدم در بین خیلی از جوانا اینا بودن. یه شرایط آرام و آزاد و معتدل خواستن، فرصت های خوبی برای شغل و تحصیل میخواستن، روابط خوبی با کشور دیگه میخواستن، میخواستن احساس کنن که میتونن نقشی تو تعیین کردن سرنوشت مملکتشون داشته باشن. آزادی میخواستن، آزادی بیان، آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی. البته تعریف‌های مختلف وجود داره از این آزادی و آزادی از ترس. دنبال در واقع آزادی هستن برای زندگی. برای زندگی. همه این چیزا فکر میکنم من دیدم تو جوانا و میدونم جوانای ایرانی خیلی از اونا در تماس هستن با آدم‌های دنیا و با جهان، از طریق اینترنت یا ماهواره میبینن و سفر میکنن یا فامیل دارن خارج از کشور و میبینن حقوق اساسی جهانی چیه، Universal Human Rights، و فهمیدن یا آگاه هستن. و خود ایران هم این بیشتر از 100 سال سابقه جنبش دموکراتیک داشته و فکر میکنم این همچنان ادامه داره و زنان هم همینطور. باید بگم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم از زنان ایرانی که من دیدم، اونایی که دانشجو زن بودن، خیلی دارن تحصیل میکنن، از روستا میان شهرها و به ایده های جدید آشنا میشن و اونا دارن کوشش میکنن برای حقوق زنان و خیلی فعال هستن تو جامعه. زنای وکیل، زنایی که تو سیاست هستن، زنای آتش فشان و زنایی که شاغل هستن تو زمینه‌های مختلف. دیدم که واقعا دارن کوشش میکنن که کشورشون رو پیشرفت کنن. خانم صابری به من اشاره کردن ما باید 1 دقیقه بریک بگیریم، با اینکه میدونم برنامه شما خیلی فشرده است ولی ناچارم 1 دقیقه بریک بگیرم تا بریم و برگردیم این چند دقیقه گفتگومون رو ادامه بدیم. این بار که برگردیم از بهمن قبادی میپرسم، از فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد که مثل اینکه همین الان در لس آنجلس روی پرده است، درسته؟ بله درسته. خانم صابری در ساختن این فیلم نقش داشته. نقش صابری در ساختن این فیلم بسیار با ارزش چی بوده؟ از رکسانا خواهم پرسید. دانشگاه UCLA تقدیم می‌کند کنفرانس مبارزه برای حقوق بشر در ایران، دوشنبه 26 آوریل ساعت 7:30 بعد از ظهر در رویس هال. مدیر و سخنران برنامه خانم رودی بختیار و همچنین با شرکت سخنرانان خانم رکسانا صابری، نویسنده و ژورنالیست در تبعید، دکتر فیروز کاظمزاده، ایرج کمال‌آبادی و با هنرنمایی فرشید امین. ورود برای عموم رایگان می باشد.
ساعت 7:30 بعد از ظهر دوشنبه 26 آوریل، رویس هال، UCLA. شما محبت کنین بیاین و اینجا بیاین. خب بینندگان عزیز، یه اتفاقه. امروز روز تولد رکسانا صابری است. ما در تلویزیون اندیشه تولد او رو و در حضور او جشن میگیریم. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Roxana. Happy birthday to you. تولدت مبارک. بخون دیگه. باشه همون که بلدیم. تولدت مبارک. مبارک تولدت مبارک. بیا شمع رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی. بفرمایید دیگه. که باید آرزو کنم اول. هر چی دلت میخواد. خیلی ممنون. مرسی. We're happy to have you here. Thank you. خیلی خوشحالیم که اینجاست. مرسی. که کیک هم آوردی. بفرمایید خانم. فوت کنین دیگه. نیت کنین و فوت کنین. Oh, these are the trick candles. You know, پس اون آرزو حساب نمیشه. خیلی ممنون. حتی نوشتی روش. Thank you so much. مرسی. سنشون هم پرسیدین؟ دیگه اینجا We put it right here. 30, yeah. درسته. به هر حال خیلی ممنون. مرسی. امیدوارم که خانم سالهای سال با شادی زندگی بکنید و هرگز پشت میله های زندان نباشید و همیشه به اونهایی که پشت میله های زندان هستن کمک میکنید. امیدوارم که بتونم اون قدرت داشته باشم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خانم صابری، بهمن قبادی در یک مصاحبه با BBC لندن در مورد شما صحبت کرد و در مورد همونطور که خودتون اشاره کردید مناسبات دوستانش به عنوان دوست پسر شما در ایران و اشاره کرد که من تلاش‌های بسیار کردم برای اینکه دوره‌ای که در رکسانا در زندان بود تماس برقرار کنم، نذاشتن و حتی از حال روحی خودش گفت. نمیدونم مصاحبه رو گوش کردید یا نه؟ اون یکی نشنیدم. بله، مصاحبه رو اشاره میکنه، میگه حتی حال روحی من به علت وضعیتی که برای رکسانا پیش آمد در اون حد از وخامت رفت که حتی فکر خودکشی به سرم زد، برای اینکه تا این حد به رکسانا من علاقه داشتم. اولا به من بگید که بهمن قبادی امروز به عنوان یک کارگردان مطرح است. فارغ از مناسبات شخصیتون با بهمن، او رو چجور کارگردانی میدونی؟ و در این مورد این فیلمش، فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد که همکنون که ما با هم صحبت میکنیم روی پرده های سینماهای لس آنجلس است. بفرمایید که در این فیلم در ساختن شما چه نقشی داشتید؟ اولا چه نوع کارگردانی هست؟ به نظر من ایران کارگردان‌های خیلی با استعدادی داره و تو کل دنیا هم شناخته شدن بعضی از این کارگردان‌ها و تونستن خوب انعکاس جامعه ایران رو نشون بدن به دنیا. بهمنم فیلماشو خب من بی‌طرف نیستم، من فیلمشون رو دوست دارم و به خصوص Turtles Can Fly، لاک پشتان میتونن پرواز کنن. فکر میکنم تونسته کمک کنه که جهان بیشتر جامعه کردها رو بفهمه. تو هم کردهای عراق، کردهای ایران هم همینطور. و تو این فیلم کسی از گربه ها خبری نداره. من کمک کردم با نوشتن این سکریپتش، ولی باید بگم که اکثر کار آقای قبادی و آقای حسین آبکنار انجام دادن. من احساس میکنم بیشتر مشاوره کردم و به خصوص جوانایی که تو فیلم بازی کردن، موزیک میزنن، اونا نقش اصلی تو نوشتن این فیلم نامه داشتن، چون داستان راجع به اونا هست و راجع به چالش‌هایی که هست تو کارشون و عشقشون به موزیک و چه سختی‌هایی میکشن تا به اون عشق برسن. اونا آدم‌های اصلی بودن که فیلم نامه رو نوشتن، چون داستان راجع به هموناست. بسیار فیلم جالبیه و یه تصویر خیلی خوبی
از وضعیت جوانها، تمایلات اونها و چه تلاشی برای رسیدن به اون میکنن از ایران رو نشون میده. از این نظر فوق العاده فیلم جالب. چه مدت طول کشید ساختن این فیلم؟ خود فیلم گرفتن فکر کنم 17-18 روز طول کشید. چون بازیگرای اصلی نگار و اشکان میخواستن برن خارج از کشور، همونجوری که تو فیلم نشون میده، خواستن برن خارج از کشور واسه کنسرت و زدن موزیک و این چیزا و فرصت زیادی نداشتن و همچنین چون محدودیت‌های زیادی بودن برای فیلم گرفتن مجبور بودن سری کار کنن، تون کار کنن. شما 6 سالی که در ایران بودید با توجه به تحصیلاتتون این خیلی به شما کمک کرده که یک تجربه خوبی رو در رابطه با ارتباط با خواستای جوانای ایران داشته باشید. این مسئله فوق العاده مهمی هست و بعد هم برگشتید در آمریکا. الان یک سوالی که برای من مطرح شد بعد از این جریان کتاب بوک ساینینگتون که حتما یه تور دارید، نقاط مختلف خواهید رفت برای امضای این کتاب که امشب هم در رویس هال هست ساعت 7:30 شب و امیدوارم شانسی باشه که اونجا هم خدمتتون برسم. در دانشگاه UCLA بعد از این چه کار میخواید بکنید؟ سوال خوبیه. اون موقع که منو دستگیر کردن به من گفتن که اون اعترافی که باید بگم این بود که یک کتاب داشتم کار میکردن راجع به جامعه ایران. موقع گفتن باید بگی که این کتاب پوششی هست برای کار جاسوسی امریکا در مورد ایران که نبود، ولی تحت فشار اون اعتراف گفتم و بعدش پس گرفتم همون جوری که شما گفتین. اون کتاب هنوز تمام نکردم، نمیدونم اگه بتونم دوست دارم اونو تمام کنم چون تقریبا تمام شده بود اون موقع، ولی باید بروزش کنم، این up to dateش کنم و بعد از اون موقع هنوز نمیدونم میخوام چی کار کنم. شاید برگردم کار خبرنگاری یا کارهای دیگه، ولی امیدوارم که هر کاری که میکنم میتونه یه ربطی به مسائل حقوق بشر داشته باشه. فکر نمی کنید که چون قبل از اینکه برنامه گفتگو آغاز بشه با توجه به اینکه این تلویزیون دارای یک الان به دلیل پخشش روی ماهواره هاتبرد دارای پوشش خیلی وسیعی در ایران هست، شما فکر نمی کنید که اگر فرصتی باشه که به طور مرتب شما به طور هفتگی با جوانها در ایران در ارتباط باشید؟ آقای داریوش ذهاب مدیر تلویزیون به من میگفتن که چرا این مسئله رو با خانم صابری مطرح نمی کنید که بعد از این تورشون خب ما هفته 1 ساعت ایشون داوطلبانه برنامه‌ای رو داشته باشن که با جوانها در ایران در ارتباط باشن. فکر می‌کنید بهش؟ بهش فکر نکردم تا حالا، ولی میتونیم با هم راجع بهش حرف بزنیم. جدا شاید این ارتباط میدونید یواش یواش نسل آدمای شبیه من باید جامون رو بدیم به شماها که هستید که باید بیایید و این ارتباط رو برقرار بکنید و چه کسانی بهتر از افرادی شبیه شما که دارای این توان هستن که میتونن هر دو فرهنگ رو بشناسن، سفیرای فرهنگی هر دو طرف باشن. در واقع خانم قبادی به عنوان آخرین سال، چون میدونم شما خیلی عجله دارید که ببخشید یک سوال دارم. من 3 پسر دارم عین شما، البته اونا در ایران به دنیا آمدن ولی سالهای طولانی است که در امریکا هستن. همکاران منم اینجا دارای این فرزندانن. آیا جمهوری اسلامی با بازداشت کردن شما میخواد ماها رو بترسونه که فرزندان ما هم نرن؟ چون اگر به شما اتهام جاسوسی برای آمریکا زده شده، به فرزندان منم میتونه زده بشه، به بچه‌های یک ایرانی سوئدی هم میتونه زده بشه، در حالی که شماها سرمایه‌های یک کشوری. آیا سوالم متوجه میشین چیه؟ آیا این استنباط ما نباید بکنیم؟ یعنی ما باید بترسیم که بچه‌هامون رو به ایران بفرستیم برای دیدار، ویزیت و آشنا شدن با فرهنگ ایران؟ میدونین من احساس میکنم این یک انتخاب شخصی باید باشه. هر آدمی باید خودش انتخاب کنه که آیا شرایط خوبی هست که بره یا نه و بسکی به کارشون هم داره. اگه مثلا خیلی جا سخنانی میکنه راجع به بعضی از مسائلی که شاید حساس باشه تو ایران، شاید بهتره که صبر کنه. اگه ولی چون کاری نداشته باشه و
مثلا زیر ریدار هستن، زیاد توجهی نمیشه به اونا. برای دیدن خانواده و این چیزا اگه اون خانواده مثلا فعالیت‌های سیاسی سابقه نداشته باشن، به نظرم احساس میکنم شما هم که نداشتین؟ نه نداشتم، ولی خب داشتم کتاب می نوشتم. اونا جرمه؟ گفتن نه باید جرم باشه، ولی اونا راست میگه هر چیزی که دوست دارن جرم میسازن ازش. اگه دوست دارن یه پرونده سیاسی درست کنن واسه آدم درست میکنن. راست میگه، فرقی نمیکنه که واقعیت چیه. اگه دوست دارن مشکل براتون درست کنن درست میکنن، و برای خیلی این کارو میکنن. ولی نمیخوام به جوانایی که اینجا هستن یا کشور دیگه هستن بگم که نرید ایران، چون میدونم که ایرانی هم اون آدم های شهروندهای عادی اونا استقبال میکنن از ایرانی هایی که میان دیدنشون، و این تبادل فکر و افکارم لازم هست. ولی به نظر من در نهایت این تصمیم شخصی آدم باید باشه. ببینید ارزش شما جوانای نسل دوم و سوم مهاجرین ایرانی در سراسر دنیا، در آمریکا، در انگلیس، در فرانسه، در انواع اقسام کشورهای دنیا، ارزش شماها اگر که بخوایم معادلای پولی براش بذاریم از مجموعه ارزش ذخایر نفت و گاز ایران بیشتره. بله. ما چقدر الان ایرانی داریم در سوئد که ایرانی سوئدی هن، فرهنگ هر دو کشور رو میشناسن و میتونن ارتباطهای آینده دو کشور رو تقویت کنن. چقدر در آمریکا میدونیم، چقدر در انگلیس میدونیم، و اینا از ذخایر نفت ما با ارزش تره. یه دولت خردمند ملی این رفتاری رو که با شما کرد، دولت جمهوری اسلامی هرگز با آدمای شبیه شما نمیکنه. برای اینکه همین عملی که با شما انجام شد، درسته شما آزاد شدید، ولی وحشت تو دل دیگران میندازه. بله. نمیندازه؟ چرا؟ میاندازه، و شاید یکی از نیتشون این بود، نه تنها با من ولی با دیگران که ایرانی امریکایی بودن و گرفتن. شاید یکی از دلایل این بود که خواستن یه پیغامی بفرستن به دیگران که دو ملیت هستن، که خواستن روابط بهتری به خصوص بین امریکا و ایران برقرار کنن، بفرستن. نمیشتم مطمئن باشم که نیتشون چی بود، ولی فکر میکنم یکی از اهدافشون شاید این بود. خانم صابری، خوشحالم که اومدید. فکر کنید، خواهش میکنم به پیشنهادی که بهتون کردم. ما BBC نیستیم، تلویزیون صدای آمریکا هم نیستیم، شبکه CBS هم نیستیم، اما یه شبکه مستقلیم و سر پای خودمون ایستادیم و با سرمایه سالم ایرانی هم اداره میشیم. خب وقتی همه این قوقاها تمام شد، همه این تورها تمام شد، فکر کنید که یک وسیله سالم هست و این پیشنهاد داریوش ذهاب و بنده است به شما که هفته 1 ساعت با جوانها در ایران از طریق تصویر و صدای اندیشه رابطه داشته باشید درباره هر چیز که میخواید. این پل قطع نکنید، نذارید که حضور فیزیکیتون سالها طول بکشه. شما باید حضورتون ادامه پیدا بکنه. فصل این کتاب رو میتونید بیان بکنید، یا کتابی رو که میخواستید در آینده درباره ایران بنویسید. اصلا تمام این مفسده به خاطر اون برپا شده، نه؟ کتاب میخواستید از چهره ایران عرضه بکنید. درسته. میتونم امیدوار باشم که در گفتگوی بعدیمون درباره اون کتاب با هم صحبت کنیم. بله، امیدوارم بتونیم. خوشحال میشم. به امید موفقیت. خیلی ممنون. خیلی متشکرم بینندگان عزیز. مرسی. امشب در رویس هال دانشگاه UCLA رکسانا صابری درباره تجربه خودش در ایران، کتاب ایران بین دو جهان، با شما صحبت خواهد کرد و این کتاب رو برای همه شما امضا میکنه، از جمله همین الان قبل از رفتن، چون برای خود من امضا میکنم، و ورود برای همه رایگان هست. ساعت 7:30 شب منتظر دیدار شما هستیم. خود من هم در اونجا خواهم بود، در دانشگاه UCLA در سالن رویس هال. دیدار با رکسانا صابری، دختر شجاع، زیبا و اندیشمند ایرانی. امشب دیدار در UCLA. دانشگاه UCLA تقدیم می‌کند کنفرانس مبارزه برای حقوق بشر در ایران، دوشنبه 26 آوریل ساعت 7:30 بعد از ظهر در رویس هال. مدیر و سخنران برنامه خانم رودی بختیار و همچنین با شرکت سخنرانان
خانم رکسانا صابری، نویسنده و ژورنالیست در تبعید، دکتر فیروز کاظمزاده، ایرج کمال‌آبادی و با هنرنمایی فرشید امین ورود برای عموم رایگان می باشد. ساعت 7:30 بعد از ظهر دوشنبه 26 آوریل، رویس هال، UCLA. مژده رستوران آپلند کباب افتتاح شد. از این پس لازم نیست وقت گرانبهای خود را در آشپزخانه‌های منزلتان صرف کنید. با یک بار تشریف فرمایی به رستوران مشتری دائمی ما خواهید بود. غذاهای خانگی آپلند کباب با مواد اولیه کاملا تازه با دلیوری مجانی در خانه شماست. آپلند کباب با سالن مجلل 100 نفره و بوفه نهار آماده پذیرایی از مهمانی‌ها، جشن‌ها و میتینگ‌های شماست. با مراجعه به سایت aplandkebab.com اطلاعات لازم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. تلفن 909 985 54 54. آدرس رستوران 733 North Mountain Avenue, Upland 91786. اسطوره موسیقی ایران استاد محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز. شیکاگو 20 می، تلفن 312 437 47 26. اتلانتا 22 می، 678 357 35 72. واشنگتن دی سی 23 می، 703 517 43 43. هیوستن 25 می، 713 590 97 70. سیارا 27 می، 347 722 99 36. برکلی 29 می، 510 888 23 76. لس آنجلس 30 می، 714 870 54 09. ونکوور 4 جون 604 986 40 86. تورنتو 6 جون 416 872 42 55. For more info visit kodum.com. I don't have your cell phone. Oh God, look at yourself. What are you offering? Is this a thief's uniform? You see all these people standing around here? Why am I the one? I'm sorry, homie, okay? What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Did yeah, you see you me? know, I just know you took it. Where are your Look at yourself. witnesses? Look at Where are your yourself. witnesses? What? Did you see me? Did you see me? Hey, you left us in the bathroom. سازمان مهاجرت امیرسلام و دمت با کادری ورزیده از سال 1992 در قلب کانادا، تورنتو.
آذر امیرسلام، نویسنده مقالات قوانین اداره مهاجرت کانادا. تجربه طولانی ما در اخذ ویزاهای اقامت کانادا پشتوانه پاسپورت کانادایی شماست. گرد دمتس، متخصص در مهاجرت سرمایه‌گذاران. با سلام. If you are a business owner or manager, you will have very good chances to come to Canada. 1200 شپرد اونیو ایست، یونیت 102. تلفن 416 495 8170. Amir-Salam. And Damet, your gateway to Canada. بزرگترین دیکشنری فارسی آنلاین 8 زبانه کامل سریع رایگان ariadic.com. پژنگ، نامی موفق در امور مهاجرت، خدمات اجتماعی و استفاده از مزایای دولتی. پژنگ با کادری مجرب راهنمای شما در انجام امور مربوط به سوشال سکیوریتی، بیمه‌های دولتی و سایر مزایا. انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری، ازدواج، خانوادگی و خدمات کنسولی ایران. دفاع از پرونده‌های رد شده در دادگاه‌های سوشال سکیوریتی و مهاجرت زیر نظر وکلای برجسته. تلفن‌های تماس 310 441 2010 310 441 2070. بینندگان عزیز، رکسانا صابری آمد. گفتگوی خوبی به دلیل حضور او انجام شد و قبل از اینکه من گفتگوی بعدیم رو با آقای دکتر حمید زنگنه آغاز بکنم، اجازه بفرمایید که یک چند دقیقه‌ای در خدمت شما باشم. من در شروع برنامه خودم به کنسرتی که آقای بنیامین در لس آنجلس دارند برقرار می‌کنند اشاره کردم و این مطلب که ایشون خواستند تا شرکت کنندگانی که مایلن سیدیشون توسط آقای بنیامین امضا بشود و معمولاً بعد از برنامه میشینن و ایشون این سیدی ها رو امضا میکنند. معمولاً خوانندگان این کارو میکنن، خوانندگان مختلف، و با شرکت کنندگان در برنامه عکس میگیرن، اون اثر خودشون رو امضا میکنن و لحظات خوب و خوشی رو میسازن در کنار هم. ایشون پیشنهاد کردند که ما باید در خانم هایی که تشریف میارن باید روسری در واقع به سر بکنند و تشریف بیارند برای امضاء این سیدی ها. من فکر میکنم که این واقعا یک نوع انتقال دیکتاتوری جمهوری اسلامی در مورد پوشش زنان هست به ما در آمریکا. از شما در این دقایق میخوام تا قبل از که دکتر زنگنه آماده بشه برای گفتگو، اگر مایلید نظر خودتون رو با من در میان بگذارید که به نظر شما در قبال این نوع اقدامات و این نوع خواستها ما چه باید بکنیم و نظر شما چیه؟ آیا واقعا آقای بنیامین میتواند چنین چیزی رو از مردم بخواهد؟ آیا او حق داره بخواد که دخترها و زنهایی که به دیدار ایشون میرن و میخوان برای سیدی های ایشون رو امضا کنه باید روسری به سرشون بکنن؟ خواهش میکنم در این دقایق اگه در این رابطه نظری دارید روی خط تلفن بیایید و نقطه نظر خودتون رو با ما مطرح کنید، ببینیم که در مقابل این کنسرت و در برخورد با مسئله‌ای که ایشون مطرح کردن در رابطه با این کنسرت ما واقعا چه نوع عکس العملی رو باید نشون بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. الو. بفرمایید، خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. آقای فروزنده. بله خانم. خسته نباشین. مرسی. برنامه‌های خوبتون. من الان شنیدم شما در مورد این آقای بنیامین دارین صحبت میکنین. من متاسفم از این که جمهوری اسلامی در اینجا بسیار داره نفوذ میکنه و اگر ما به قول معروف الان جلوشون رو نگیریم میشه همون آشوب کاسه‌ای که 31 سال پیش سر ما ملت آوردن و زنها رو به این روز نشوندن. من پیشنهاد میکنم شب کنسرت همگی بلند شیم بریم دم جایی که ایشون کنسرت داره تظاهرات برا بندازیم. من اگر هیچ کی نیست خودم شخصا میام، برای که بسیار الان
عصبانی و ناراحت هستم که چطور به خودشون اجازه میدن حتی این ور دنیا بیان آزادی ما رو از ما بگیرن. اگر ما نجنبیم باز یک کلاه دوباره سر ما خواهد رفت. خواهش میکنم از خانوم ها به خصوص، خواهش میکنم همگی اون شب تشریف بیارن دم استودیویی که ایشون برنامه دارن و تظاهرات برا بندازیم. موفق باشین آقای فروزنده و متشکرم از برنامه‌تون. متشکرم خانم، خیلی ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش. بفرمایید. خانم صحبت بفرمایید. روزتون بخیر و درود به شما آقای فروزنده. درود بر جناب عالی. ما هنوز که هنوزه واقعا باعث شرمندگی و خجالته که از اون ور آب بلندشن. اون همه بلایی که به سر بچه ها میارن کافی نیست، به سر ملت ایران میارن کافی نیست. اینجا درسته این همه نفوذ کردن ولی مردم بلند شین، یک بارم که شده دماغشون رو به خاک بکشین. این چه کثافتکاریه؟ میخوام که 100 سال سیاه نیاد که به سیدیشو مردم خجالت بکشین که میخواین سیدیشو بخرین، لچک سرتون کنین برین اونجا امضا بگیرین، مرد شور شما رو ببرن که نخواین این کارا رو بکنین. آقای فروزنده باعث شرمندگی و خجالت ملت این کارو بکنن. درود به شما. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای فروزنده. سلام خانم. من پیشنهاد میکنم که این آقای بنیامین همونجا تنها بذارن، هیچ کس اصلا به اونجا نره، برای خاطر اینکه همینطوری که خانمای دیگه گفتن این بی احترامی به زنان، بی احترامی به اون جوانایی که تو ایران این همه کشته دادن، این همه تو خیابونا. ما اگر که این کار رو نکنیم، یعنی اگر که استقبال بکنیم و به حرفشون گوش کنیم، انگار که بی‌اعتنایی به جوانای ایران کردیم. این واقعا اصلا چی مهمتر خودش برای خودش اونجا بزنه و از زدن خودش کیف بکنه، کافیه. خیلی متشکرم خانم، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید. اجازه با جناب فروزنده صحبت. خودم هستم، بفرمایید، در خدمتتونم. مانیم در یواش کن. قربان سلام عرض میکنم خدمت. سلام جناب فروزنده. بله در خدمتتون. من هم به شما سلام. جناب متشکرم، مرسی. جناب فروزنده، بله. واقعا این آقای بنیامین همه با من نیستم در اونجا، در یه سید دیگه هستم. در اونجا اگه بودم میرفتم اونجا 10 نفر دیگه با خودم میبردم تا این مردک رو هوش کنن و بعد اصلا سیدیش هم نخرن و بعد جلسش هم نرن و بعد اگر هم امکان داشته یه توف هم به صورتش بزنن. ببخشید خیلی معذرت میخوام. این گوه خوردن ها چی که در آمریکا که میخوان این بدبخت چون میخواد ایران بره بعدن نتیجتا این حرفا رو میزنه. خب آقا این مسئله ایران رفتن مسئله مضحکی شده. خب آقا اگه اینقدر از ایران رفتن میترسی اصلا چرا کنسرت برگزار میکنی؟ آدم برای یک کنسرت که تن به هر خفت خاری نمیده. یعنی چه رفتن به ایران؟ ما که نباید جور کسی رو بدیم که میترسه بعد به خاطر ترسش یه عمل غلطی رو داره توصیه میکنه. این حرف واقعا اگر ایشون زده، ایشون باید صریحاً یا این حرف رو تکذیب بکنه به طور رسمی، یا اگر این حرف رو زده ما مسئولش نیستیم، هر اتفاقی براش میفته بیفته. مگه ما دائما باید باج بدیم به جمهوری اسلامی به خاطر اینکه آقایون میترسن؟ آقایون چطور اون موقعی که دلارا رو میشمارن میذارن تو جیبشون نمیترسن؟ چیز غریبیه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید خانم. درود به شما آقای فروزنده و به بینندگان برنامه‌تون. خواهش میکنم. بی نهایت این مسئله مرا ناراحت کرده امروز. من کاملا با نظر این خانم که میگفتن باید تظاهراتی تهیه بکنیم در جلوی کنسرتشون کاملا موافقم. متاسفانه من از پاریس زنگ میزنم و دسترسی ندارم، ولی از هموطنانم واقعا این تقاضا رو دارم. ما باید از تمام این فرصت ها استفاده بکنیم و صدامون رو به گوش این چندین آخوند کثیف بی سواد که مملکت ما رو، نه تنها مملکت ما رو بلکه دین ما رو هم اینا از ما گرفتن و باید ما از هر فرصتی استفاده کنیم. بیشتر از این وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم و بدرود. خداحافظ. متشکرم خانم، مرسی، خیلی متشکرم.
بفرمایید خواهش میکنم. سلام آقای فروزنده. سلام بفرمایید. از وین. آقای فروزنده خیلی مختصر و کوتاه. بله بفرمایید. باید برن اونجا هر خانومی که با روسری از این آقا CD خرید اون خانم یه فصل کتک خرید. نه آقا مگه میشه در آمریکا از این کارا کرد؟ تازه اگر بشه یعنی چه؟ ما که نمیتونیم دست شما درد نکنه ما خودمون تبدیل بشیم به چماقداران لس آنجلسی؟ این چه فرمایشی شما میکنید آقا؟ نه، در یه جامعه دموکراتیک معقول خب بایکوت میکنن، نمیرن، تظاهرات میکنن در مقابل محل برگزاری کنسرت، موقع آنتراکت هایی که داده میشه شعارهای خودشونو میدن بدون اینکه اخلال در کنسرت ایجاد بکنن. هزار راه وجود داره. نه رفیق، اصلا من تو خیابون کتک زدن و شتم و ضرب نیستم، بلدم نیستم، خودم کتک میخورم آخر سر. این حرفا چی میزنید؟ نه این درست نیست. بفرمایید خواهش میکنم. الو بفرمایید خانم. آقا روزتون بخیر باشه. روزتون بخیر خانم. توضیح بفرمایید. قربان تزیین سلام عرض کردم آقای فرزنده، از آلمان صحبت میکنم. بفرمایید خانم. تلویزیونتون رو کم کنید خانم. عذر میخوام از حضورتون، خواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا باعث شرمندگی که یه همچین مطالبی گفته میشه و یه همچین شخصی به عنوان هنرمند میاد یه همچین برنامه. این شخص نه تنها هنرمند نیست بلکه واقعا توهینی برای جامعه هنرمندان ایرانی. امیدوارم که هر چه زودتر وجود افرادی اینقدر بی جربوزه واقعا از سطح هنری ایران برای همیشه حذف بشن. با آرزوی موفقیت برای تمام جوانان ایرانی. متشکرم خانم. بفرمایید خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر جناب عالی. آقای فروزنده. بله خانم. با سپاسگزاری از برنامه خوب شما، اول که بهترین برنامه رو دارید. متشکرم. بعدش واقعا شما ببینید وضعیت چجوریه که اینجا میخوان به ما تحمیل کنن کارهایی که به زور اونجا با توسری دارن میکنن. و بعد این مردم باید یاد بگیرن. ببینین جشنای عید نوروزشون رو تو سوئد و کشورهای دیگه چجوری ریختن. اونجا مجانی هم بود، پول نمیدادن، ریختن و پدرشون رو در بردن با اون شالای سبز و رفتن رو سن و هر چجوری اینقدر آدم بی غیرت تو این امریکا زیاده که بیان برن بلیطای گرون بخرن و برای خاطر یه همچی آدمی که این قوانین هم برای ما وضع کنن. پس دیگه ما کجا باید پناه ببریم از دست این کثافت ها؟ بله خیلی متشکرم خانم، شما هم نظرتون رو فرمودید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خانم. الو آقای فروزنده، سلام عرض میکنم. خانم. خیلی ممنون از برنامه‌هاتون، ولی امروز قلب ما به تکون اومد. متاسفانه روز به روز وضع ما بدتر میشه، ولی باید مردم همت کنن و جمعشن جلوی در این جایی که این برنامه اجرا میشه و این برنامه رو به هم بزنن. سندیاگو هم قراره بیاد، مطمئن باشه که اینجا نمیذاریم، اجازه نمیدیم. خیلی متشکرم. زحمت نکشه. خیلی ممنونم خانم. دستم خورد. بفرمایید خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده، واقعا بسیار شرم‌آور، واقعا نمیدونم چی بگم. من از اون وطن پرستا خواهش میکنم که تظاهرات کنند، هیچ کار دیگه نمیشه کرد، فقط تظاهرات و عکس‌العمل. امیدوارم که این کارو بکنن، اگه نه ببینین اینجا هم برامون سایه چومشون انداختن. خیلی متشکرم. اما جان نگاه کن ببین توی فایل آقای بنیامین قطعی به نام امام خمینی هست یا نیست. اگر قطعی به نام امام خمینی پیدا میکنید اون رو هم بذارید، یا امام خامنه‌ای، هر کدومشون اگر که ایشون ترانه‌ای در اون رابطه خوندن محبت بفرمایید اون ترانه رو هم پیدا بکنید بگذارید. من مطمئن نیستم ایشون همچین چیزی دارن یا نه، ولی سرچ شما روی کامپیوتر این رو ممکنه نشون بده که واقعا دارن یا ندارن. شاید هم ایشون به زودی قطعی برای آقای احمدی نژاد هم بخونن. بفرمایید خواهش میکنم. الو بفرمایید خانم. سلام، میتونم با آقای فروزنده صحبت کنم؟ در خدمتتون هستم، بفرمایید. من از سوئد زنگ میزنم آقای فروزنده. بله. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. متشکرم خانم. و چیزی که برای من خیلی مهمه اخلاق یه هنرمنده. شما این حساب بکنین که
بله ممکن ایشون صدای خیلی خوبی داره آقای بنیامین، طرفدارایی هم داره در اون جوونا، ولی این جوانای عزیز ما باید اینو متوجه باشن که یه هنرمند اخلاقش هم خیلی مهمه. ما مثلا آقای شجریان رو دوست داشتیم در حد معمولی، ولی از اون زمانی که آقای شجریان اومد و اعلام کرد که خواننده‌ای که برای خط خاشاک میخواد بخونه نه برای دولت جمهوری اسلامی، از اون زمان چقدر محبوبیتشون رفت بالا. اینو باید مردم واقعا متوجه باشن. درسته. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. از اینکه کردین. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. در مورد این مسئله آقای بنیامین، اگه صرفاً به لحاظ عرضه و تقاضا فکرشو بکنیم، خب ایشون یک کالایی داره به نوعی که خودش دوست داره عرضه‌اش میکنه. مسئولیت کامل بر عهده افرادی هستند که از این کالا استفاده میکنن با توجه به بار سیاسی، اجتماعی و پیغامایی که این عرضه در خود داره به عنوان اینی که نفوذ فرهنگی و اون فرهنگ مرسالاری و دیکتاتور معاونی جمهوری اسلامی رو که داره ترویج میکنه در این برای دنیا، مسئولیت به عهده فرد افرادی هستند که میرن این یا بلیط خریدن که برن این به کنسرت رو تماشا کنن و امیدوار بودم من که این افراد می اومدن و دفاع میکردن. ممکنه یه چیزایی باشه که ما نمیدونیم. اونایی که این بلیط خریدن اگر آگاهی از نحوه برنامه این آقا داشتن و قبلا میدونستن چه فریشون و بلیط با اون آگاهی خریدن، میادن برای ما هم توضیح میدادن که واقعا با چه منطقی این بلیط رو خریدن. اگه طرفدارشون هم، اگه طرفدار جمهوری اسلامی هم که دیگه بحثی نیست، ولی جای جدال و نمیدونم مسئله چیز جایی وجود نداره، جایی در بین ما نداره. به طور منطقی باید فهمید چرا. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. جناب فروزنده، درود بر شما. درود بر جناب عالی. بفرمایید. من واقعا خیلی متاسف شدم اینو شنیدم. البته لزوما هر کسی وارد دنیای هنر میشه اسمش هنرمند نیست. هنرمند همیشه صدای فریاد مردم جامعه خودشه. متاسفم که آقای بنیامین به امروز فقط نگاه میکنن و نامشون رو خراب کردن برای همه عمرشون، ولی اشکال از ما ایرانیان خارج از ایران هستش که اجازه میدیم که اینا هر غلطی دلشون میخواد بکنن، هر چیزی که دلشون میخواد بگن. و من نمیگم به قصد، ولی هر کسی که توی این کنسرت، نمیدونم دیگه اسمشو واقعا چی گذاشت، بره، حتما دستش به خون آمده آلوده میشه، حتما دستش به خون سهراب آلوده میشه، حتما دستش به شکنجه‌ای که دارن عزیزان ما به خاطر آزادی توی زندان از آقای تبرزدی بگیریم و دیگران، حتما دستشون توی این شکنجه ها قاطی میشه، مستقیم و غیر مستقیم. من متاسفم، ما باید واقعا ما برای داغون کردن کشورمون تونستیم یه دست بشیم، برای پس گرفتنش نمیتونیم یه دست بشیم. وای بر ما اگر حرکت جدی نکنیم، نه امسال 100 سال دیگه هم همین آش و همین کاسه است. واقعا سپاسگزارم. من واقعا به عنوان یه زن اصلا به هم برخورده که من که آمریکا نیستم، اگر بودم، البته دختر جوون من یک علاقه به صدای این داره، ولی اگر میخواست بره به خودش اجازه میداد، میخواست بره، مثلا نمیدونم. من انتظارم از زنان ما اینه بیاین با مادران داغدار هم صدا بشیم، نذارین دخترامون برن، بذارین اینجوری این تنها مبارزه‌ای که ما میتونیم خارج از ایران بکنیم با جوانانمون. بیایم با اونا واقعا حرکت سبزشون رو سبز نگه داریم. ممنونم از فرصتی که به من دادید. سپاسگزارم خانم.
بینندگان عزیز خیلی متشکرم. با اینکه تمام خط‌های تلویزیون روشنه، ما باید به پیام‌های بازرگانی توجه کنیم. دیگه نمیتونم خطی رو بگیرم، لطف کنید زنگ نزنید چون نمیتونم باهاتون صحبت کنم. پیام‌های بازرگانی رو نگاه کنیم، برگردیم. من یک گفتگوی جالب دارم با آقای دکتر حمید زنگنه، استاد دانشگاه در واشنگتن. با ما باشید. پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی است که در کالیفرنیا با هزینه کمتر، سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. صرفه‌جویی بیش از 30% در هزینه‌های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. با خدمات پلنت آنلاین مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به طور رایگان و مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا به خصوص ایران با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی. 818 532 5200 planetonline.net. پلنت آنلاین برای مدتی محدود سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن به همراه 2500 دقیقه راه دور به آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. دنیای جواهر ارائه‌گر زیبایی، خلاقیت و کیفیت از شما دعوت می‌کند که روزهای جمعه ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر، شنبه‌ها 12 تا 2 بعد از ظهر و یک شنبه‌ها 6 تا 8 شب با شوروم‌های دنیای جواهر در تلویزیون اندیشه همراه باشید. خانم‌های خوش سلیقه در هر کجای دنیا دنیای جواهر را برای داشتن زیباترین جواهرات انتخاب می‌کنند. دنیای جواهر. You're watching دنیای جواهر. Dorcas, how's it going? Oh, it's a letter for today. Maybe she wants us to give it to her. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. بینندگان عزیز، همکنون روی خط اسکایپ که شما تصویر ایشون رو میبینید آقای دکتر حمید زنگنه، استاد دانشگاه، استاد معتبر ایرانی دانشگاه‌های آمریکا در شرق آمریکا رو ملاحظه خواهید فرمود و به گفتگوی من در مورد مسائل حقوق بشر در ایران با ایشون توجه می‌فرمایید. آقای دکتر زنگنه سلام. سلام، از اینکه لطف کردین منو دعوت کردین خیلی ممنونم. ممکنه خواهش کنم که در مقدمه این گفتگو توضیحاتی رو بفرمایید در رابطه با توضیحات کلی در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران امروز؟ عرضم به حضورتون مسئله حقوق بشر مسئله همه ماست، مسئله گروه به خصوصی نیست. مسئله‌ای که در ایران وجود داره، الان ایران یکی از بزرگترین زندان‌های دنیاست. بیش از همه دنیا در ایران زندانی سیاسی داریم. 42 روزنامه‌نگار بدون دلیل در زندان‌ها هستن. در کشوری که ادعای اسلامگری میکنه، ادعای آزادی میکنه، مردم بیپناه مملکت حتی در موارد بسیار عدیدی بدون اعلام جرم برای مدت‌های زیادی در زندان‌ها هستن. چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. آقای عباس امیر انتظام اولین و قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران هست که از سال 1358 تا حالا تو زندانه. یک کسی باید سوال کنه آخه این آقای امیر انتظام چه گناه کبیره سیاسی کرده که
30 و چند سال در زندانه. آقای آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی یکی دیگر از زندانیای سیاسی که از سال 1385 در زندانه و اتهام ایشون اینه که به طور مذهبی، از طریق مذهبی نه سیاسی، ثابت کرده که ولایت فقیه از نظر مذهبی سیستم نامقبولی است، یعنی از نظر اسلامی نه از نظر سیاسی. بنابراین ایشون رو انداختن زندان به خاطر اینکه گفته سیستم ولایت فقیه اسلامی نیست. آقای محمد نورزاد زندان فرستادن به خاطر اینکه ایشون نامه‌ای نوشته به آقای آیت الله خامنه‌ای و از ایشون توسل خواسته. کجای دنیا همچین چیزی هست که یک کسی به رهبر مملکت متوسل بشه و او رو بگیرن بندازن زندان، 3 سال و نیم زندان، 50 ضربه شلاق. آقای دکتر محمد ملکی یکی از دیگر زندان، ایشون اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بوده. ایشون رو گرفتن بعد از انتخابات به اتهام اینکه با انتخابات تقلبی ایران رو زیر سوال بردن، اینا رو انداختن زندان و تازگی ایشون رو آزاد کردن، منتها با وثیقه که 2 مرتبه باید برگردن به احتمالاً به زندان. اخیراً یه چیز جدیدی بوده، حالا این افراد رو به دور تکی گرفتن، الان یه مصیبت بزرگتری برای مردم ایران به وجود اومده. اخیراً دستگیری‌های فعلی میکنن، یعنی اینکه یه عده‌ای رو به خصوصی رو میگیرن به عنوان اینکه جاسوس خارجی ان، توطئه علیه نظام اسلامی، همینطور که خانم صابری میگفتن. و یه چیزی که جنگ سایبری، آخه یه عده از این خانواده ایرانی حتی نمیدونن جنگ سایبری یعنی چی، ندارن قدرتشو که جنگ سایبری را بندازن. الان تازگی 7-8 ماه گذشته رسم شده که دنبال مسیحی ها میرن، یعنی مسیحی هایی که ما قبول داریم توی سیستم اسلام، توی اساسنامه مسیحی ها و کلیمی ها رو قبول داریم، یعنی جزء مذهب هایی هستن که ما قبول داریم و در مجلس نماینده دارن. اینا رو دارن میگیرن، هر هفته 1-2 نفر میگیرن میبرن زندان و ما حالا آخر عاقبتش به کجا برسه واقعا نمیدونیم. اینا رو میبرن زندان. مسئله اینه که فقط زندان هم نیست، مسئله اینه که اینا رو میبرن زندان و تاکتیک های غیر انسانی به کار میبرن، همونطور که آیات عظام قم، مشهد، نجف گفتن اینا کارای غیر اسلامی میکنن، یعنی اینا رو میبرن اونجا زیر فشار و شکنجه و تجاوز جنسی و حتی مرگ. اینا رو که حتی خودشون هم اعلام کردن که ما کردیم این کارا رو. حالا دیگه به اونجا رسوندن که زن و بچه های این ملت محترم هم مورد تجاوز قرار میدن، اونا رو بهشون فشار میارن، شتم و ضرب میکنن و کسانی که انسانهای بسیار شریف مملکت هستن در اون موقعیت بد قرار گذاشتن. حالا اجازه بدین یه دقیقه، مسئله مهم اینه که ما این اتفاقاتی که میفته به کجا خواهد رسید. یکی از مهم هایی که اتفاق خواهد افتاد فرار مغزاست که همونطور شما با خانم صابری صحبت کردید. دوم اینه که ذلت و مهنت جمهوری اسلامی در دنیا. الان مثلا فرض کن جمعه گذشته جمهوری اسلامی چون متوجه شد که رأی نخواهد آورد که در کمیسیون حقوق بشر وارد بشه، متوجه شدن، به قول معروف خان هم متوجه شد
که عضویت خود نامزدی خودشون رو پس گرفتن. بنابراین یه موقعی باید اینا حداقل برای آبرو حیثیت خودشون، چون ایران ما باید ایران رو با اونا جدا بکنیم، برای آبرو و حیثیت اسلام که اینا مدعیان نمایندگی میکنن از این کارهای شنیع خودداری بکنن. بینندگان عزیز، قبل از ادامه گفتگو با آقای دکتر حمید زنگنه، خبری رو که 15 ثانیه قبل دریافت کردم از شبکه CNN، بریکینگ نیوز شبکه CNN روی آیفون خودم خدمتون اعلام میکنم. نوریگا، دیکتاتور سابق پاناما که در زندانهای آمریکا به سر میبرد، به فرانسه برای رسیدگی به اتهاماتی که علیه او در زمینه مواد مخدر مطرح است منتقل شده است. برای رسیدگی به اتهامات و محاکمه در فرانسه از سوی آمریکا در اختیار دولت فرانسه قرار گرفته و به اون کشور منتقل شده است. عجیب آقای دکتر زنگنه، در جهانی ما زندگی می‌کنیم که برای دیکتاتورها امکان عرضه وجود روز به روز کمتر میشه، ولی ظاهراً دیکتاتورها در کوچولوهای سیاسی در ایران خیلی به این مسئله توجه ندارن و اصولاً به نظر میسه مسئله حقوق بشر رو یک شوخی میپندارن. واقعاً شما فکر میکنید که تا کجا اینها قادر خواهند بود به تضییع حقوق انسان در کشور ما ادامه بدن؟ در گفتگویی که با خانم صابری داشتم، سوال آخرم این بود که شما فکر نمی کنید که قصد اینها ایجاد ترسه که جوانهای ما نرند سرزمین مادری خودشون رو نبینند و اونها رو از یه حقوق اصلی اساسی انسانیشون در واقع دولت جمهوری اسلامی میخواد ممنوع بکنه؟ آیا واقعا ما باید تا کی تن بدیم به چنین شرایطی و چه زمینه‌هایی وجود داره که ما میتونیم در واقع خنثی بکنیم فشارهایی رو که روزافزون از طرف جمهوری اسلامی بر مردم ایران وارد میشه؟ عرضم به حضورتون سوال بسیار بسیار جالب و مهمی کردین از خانم صابری. من اینو در همین مسئله، با همین مسئله‌ای که این بنیامین باید اینا رو همه در یک چارچوب ببینیم. دولت جمهوری اسلامی هر کاری خواهد کرد که مردم رو مرعوب بکنه و مردم رو وادار بکنه که تسلیم بشن و این مهمترین چیزیه که باید در نظر بگیریم و باید متوجه باشیم که اونا اینو میخوان که ماها همه تسلیم بشیم و به دنبال نون آبگوشت بریم. مسئله اینه که ما باید متوجه بشیم که ما همه با همیم. من نمیتونم بگم که امروز خب من استاد دانشگاه هم جام هم خوبه، کسی هم کاری بام نداره، بنابراین جمهوری اسلامی کاری که جمهوری اسلامی میکنه در حد من نیست. بنابراین من از مردم خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم که توجه بفرمایید که این مسئله شخصی نیست. ما باید همه اعضای همدیگریم. اول یه مدتی اومدن رفتن سراغ مجاهده رو گرفتن کشتن، بعد رفتن دنبال این و اون، بعد تسلیم ببخشین این مهمترین چیزیه که باید ببخشین عرضم به حضورتون رفتن دنبال مسیحی‌ها، بهائی‌ها الان دنبال مسیحی‌ها دارن میرن، بعد دنبال سنی‌ها خواهند رفت، بعدم یه چیز دیگه. بنابراین ما باید متوجه باشیم که مسئله شخصی نیست، مسئله من نیست، مسئله هممونه. هممون در یک قایق هستیم و تا زمانی که متوجه نشدیم که ما هممون در یک قایق هستیم و باید به همدیگه کمک بکنیم از این مسائل شخصی خردجویی از همدیگه کنار نریم، این مسئله حل نخواهد شد. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه که باید با تفرقه انداختن بین من و شما ما هر دوتاییمون رو تسلیم
نیات نامطلوب خودشون بکنن. بینندگان عزیز، من فکر میکنم در 2-3 هفته آینده دقیقاً تاریخ، چون اسکیجول برنامه‌ام جلوم نیست نمیتونم بگم، دکتر حمید زنگینه علاوه بر مسئله حقوق بشر استاد هستند در رشته اقتصاد، در مورد مسئله یارانه ها در ایران یک گفتگوی فنی بسیار دقیق رو با دکتر حمید زنگینه خواهم داشت که توجه شما رو به اون جلب میکنم. فکر میکنم در هفته دوم ماه می این گفتگو برگزار خواهد شد و توجهتون رو به گفتگو با ایشون جلب میکنم. اما اجازه بدید که نکته دیگری رو خدمت شما بگم و از شما بپرسم در مورد آیت الله بروجردی که اشاره فرمودید. اتاق فرمان اگر تصاویر آقای آیت الله بروجردی رو دارید روی صفحه بگذارید. گویا ایشون امروز باز هم در شرایط بدتری، بعد بیش از 40 ماهه که در زندان به سر میبره، یک روحانی است که طرفدار سکولاریسم، معتقد مذهب در حکومت نباید دخالت بکنه و به همین جرم بیش از 40 ماهه که در زندان به سر میبره. آخرین بار به خاطر اینکه اعتراض کرده بوده به وضعیت بد زندان ها، وضعیت بد بهداشتی زندان، مسائل مربوط به دستشویی، توالت، محیط زندان، ایشون رو در واقع در دفاع از حقوق زندانیان ایشون رو مورد شتم و ضرب قرار دادن و به نقطه نامعلومی منتقل کردن. کسی الان نمیدونه ایشون در کجا زندانی هست. بنابراین فکر نمی کنید ما در این مورد باید به نوعی اعتراض بکنیم. به هر حال یک روحانی حق داره که علیه سکولاریسم صحبت بکنه و حرف بزنه و ایشون از حق اولیه خودش یعنی حق آزادی بیان استفاده کرده. چرا باید مورد این شتم و ضرب و ستم قرار بگیره؟ مسئله بسیار به خاطر اینکه انگشتش گذاشته روی یه نکته بسیار بسیار مهم و اونم مسئله اینه که خیلی‌ها در ایران به اینجا رسیدن. از نظر مذهبی سیستم ولایت فقیه درست نیست. این حدود 200 سال پیش این مسئله رو پیش آوردن و خود افرادی که در قم هستن اینو بی اساس گفتن، قلمداد کردن، تا اینکه آیت الله خمینی 2 مرتبه اینو زنده کرد و متاسفانه در اون زمان مردم اینقدر در موقعیت ناچاری بودن که به آیت الله خمینی مردم رو وادار کرد یه نوعی که اینو قبول بکنن که سیستم، البته خب میدونیم که سیستم ولایت فقیه که در اول آیت الله خمینی پیشنهاد کردن با این چیزی که بعداً پیش آوردن کاملا متفاوته. ولی به هر حال مسئله مهم اینه که آقایون مذهبی، آقایون آیات عظام، نه اینکه طلبه های جزئی، خیلی از آیات عظام متوجه این جریان شدن، به این نتیجه رسیدن که سیستم ولایت فقیه سیستم اسلامی نیست و بنابراین یکی از این افراد آقای کاظمینی بروجردی که نوشته اینو، رساله‌ای در این مورد نوشته که نشون میده که مسئله واقعا غیر اسلامیه و چون خیلی مسئله اساسیه، بنابراین نمیتونن با این آقای آیت الله محترم به طور ملایم و خصوصی رفتار بکنن. تهدید بزرگیه، به خاطر اینکه ایشون آدم عادی مثل من نیست، آیت الله است، میفهمه قرآن، میفهمه نهج البلاغه، میفهمه این چیزای اسلامی رو، میفهمه بهتر از من میفهمه و وقتی که اون میگه اسلامی نیست، خیلی مهمتره که شخصی که مثل من از اسلام و این چیزا زیاد نمیدونه بگه که این مسئله قابل قبول نیست.
سپاسگزارم که در این گفتگوی کوتاه با من بودید. به امید اینکه در مورد مسئله عرصه اصلی تخصص شما در مورد مسائل اقتصادی و مسئله یارانه ها در چند هفته آینده گفتگوی مفصلی رو با هم داشته باشیم. خیلی متشکرم ازتون. امیدوارم که ایرانیای محترم در این موردی که فرمودید در مورد بنیامین خیلی اصولی رفتار بکنن و سیویل دیسوبیدینس مسئله است که هممون باید یاد بگیریم و همونطور که خودتون فرمودین مسئله خشونت نیست. مسئله سیویل دیسوبیدینس ما میتونیم مثلا فرض کنیم 500 نفر اونجا توی صف اون بلیط خریدن یا تو صف وارد شدن 500 نفر اونجا وایسن و یه طوری راه بلیط خریدن رو یه نوعی مسدود بکنن بدون اینکه خشونت ایجاد بکنن، بدون اینکه خودشونو به قول معروف چماق به دستی بکنن. ما باید یاد بگیریم سیویل دیسوبیدینس. ما عصر بخیر میگم در شرق امریکا و انشاءالله باز هم با هم خواهیم بود. مرحمت شما زید. بینندگان عزیز، من میخوام از عماد و دوستانش خواهش کنم که محل کنسرت آقای بنیامین رو پیدا بکنن، چون عده‌ای از من خواستن که این محل کنسرت رو اعلام بکنیم. شاید میخوان اجازه تظاهرات در مقابل محل کنسرت رو بگیرن و به اون چه که آقای بنیامین اعلام کرده است در واقع اعتراض بکنن، اعتراض دموکراتیک بدور از خشونت و در واقع از حقوق مدنی خودشون در ایالات متحده آمریکا در اعتراض به خواسته نامعقول آقای بنیامین استفاده کنند. تا بچهای اتاق فرمان محل این کنسرت رو پیدا بکنند، اجازه بفرمایید که به یه قطعه موسیقی بسیار زیبا که برای شما انتخاب کردم به نام وطن، یکی از زیباترین قطعات موسیقی است که ممکنه شما بشنوید، این رو با هم نگاه میکنید. بسیار زیبا که برای شما انتخاب کردم به نام وطن، یکی از زیباترین قطعات موسیقی است که ممکن شما بشنوید. این رو با هم نگاه. عاشقانه دیگر در راه است، نوایش با ترنم باران روح سبز بهار را به باغ بیبرگی می‌کشاند. با صدای سبز عشقی قامت بلند آواز گنجشگان صدایش پیوندی است تا بی‌نهایت آبی عشق. ای هم صدای ترانه، حجم سبز سزاوار تو باد. برای دریافت سفارش ها همراه با ایدانه گوگوش به سایت های centralrecords.usa.com و googush.com مراجعه کنید. نظر فکن به من که من
به هر کجا غریب وار به زیر آسمان دیگری غنوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار به زیر آسمان دیگری بنودم همیشه با تو بودم همیشه با تو بودم چه غمگنان سالها که بالها زدم به سوی بحر بیکرانه چه غمگنان سالها که بالها زدم به سوی بحر بیکرانه که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی به اوج رفت موجهای تو به اوج رفت موجهای تو که یاد باد اوجهای تو وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار به زیر آسمان دیگری غنوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام سپاه عشق در پی است شراب و شور خارساز با وی است دریچه های قلب باز کن سپاه عشق در پی است شراب و شور کارساز با وی است دریچه های قلب باز کن وطن تو سبز جاودان بمان که من پرنده ای مهاجرم که از فراز باغ با صفای تو به دور دست مه گرفته هر گشودم وطن نظر فکن به من که من به هر کجا غریب وار به زیر آسمان دیگری غنوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام بینندگان عزیز برگشتیم در خدمت شما هستم. بعضی از بینندگان ما خواسته بودند که محل کنسرت آقای بنیامین رو ما اعلام بکنیم. دوستان من اون رو روی صفحه میگذارن. تا اونجایی که میدونم در گیبسون تیاتر هست در شماره 100 یونیورسال سیتی پلازا در شما کد 91608 در شهر یونیورسال سیتی هستند. توجه فرمایید گیبسون تیاتر در شماره 100 یونیورسال سیتی پلازا هستند اگر اشتباه نکنم و روی صفحه این رو دارن میگذارن. شما این رو میتونید ملاحظه فرمایید. خواهش میکنم روی صفحه برای چند ثانیه نگهش دارید تا دوستان بتونن با آرامش خاطر اون رو یادداشت بکنن. محل برگزاری کنسرت آقای بنیامین هست که من فکر میکنم که باید اگر آقای بنیامین چنین حرفی رو که به ایشون نسبت داده میشده نزده باید رسما ایشون شخصا اعلام بکنن و اون رو تکذیب بکنن که چنین حرفی صحت نداره. در غیر این صورت حمله بر این می شود که واقعا ایشون چنین حرفی رو زده و گفته و ایرانی ها باید به نحو متمدنانه بدور از خشونت
بدور از شتم و ضرب، بدور از چماق کشی، اعتراضی رو بکنند که در شأن یک جامعه متمدن پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا هست. بنابراین ایشون میتونه هرچی دلش بخواد بگه، ما هم حق داریم از پرنسیپ ها و اصولی که بهش معتقد هستیم دفاع بکنیم و بر سر اون بایستیم. این حق متقابل ما نسبت به مسائل اجتماعی است در یک جامعه پیشرفته. به هر حال دوستان عزیزی که مایلند در شماره 100 یونیورسال سیتی پلازا و در کد 91608 در یونیورسال سیتی این کنسرت در گیبسون تئاتر برگزار می شود. متشکرم از همه دوستان عزیزم که در این راه به من کمک کردند. یکی دو بیننده هم تلفن زدن و بسیار خشمگینن. حجم تلفن های تلویزیون در زمانی که من خطها رو باز کرده بودم بسیار زیاده. الانم باز بینندگان روی خط هستن. اجازه بدید در 2-3 دقیقه‌ای که به پایان برنامه من وقت دارم باز هم یکی دو تا خط تلفن رو بگیرم و در این زمینه با شما صحبت بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. قربان از آقای فروزنده بپرسید که بفرمایید آقا. بپرسید ایشون آقای بنیامین چی گفته؟ ایشون هی میگن گفتن چی گفته؟ بسیار خوب. شما مثل این که از اول برنامه توجه نکردید. ایشون فرمودند که من در اون شب CD های خودم رو امضا میکنم و به شرط این که کسانی که مراجعه میکنن بعد از کنسرت اونچه که به من گفته شده، ایشون گفتن که CD ها رو امضا میکنم به شرط اینکه خانم هایی که میان برای اینکه من CD شون رو امضا بکنم حتما روسری به سر داشته باشند. بدون روسری من CD رو برای کسی امضا نمی کنم. بنابراین این عین صحبتی است که گفته شده که آقای بنیامین این صحبت رو فرمودند. بنابراین اگر اعتراضی هست این اعتراض رو نسبت به گفته آقای بنیامین باید گفت که آقا اینجا مملکت آزادی است، اینجا طبق قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی اداره نمی شود و بنابراین شما نمی توانید چنین چیزی رو به طور کلی از مردم بخواهید. شما نمیتونید به خاطر امضاتون نوع پوشش آزاد رو در این جامعه زیر سوال ببرید. دارای چنین حقی شما نیستید. حق دارید که کنسرت برگزار بکنید، ولی نوع لباس و پوشش در واقع شرکت کنندگان رو نمیتونید در هر مرحله از کنسرت شما تعیین بکنید و بگید که اونها چه باید بپوشند و چه نباید بپوشند. بفرمایید، خواهش میکنم. واقعا فروزنده کار داشت. بفرمایید خانم. آقای فروزنده درود بر شما. درود بر جناب عالی. چرا شما نمیگید باید اعلام کنید که چرا مردم میرن حمایت میکنن؟ خانم بلیطاشون سولد اوت شده، یعنی تمام شده و الان بلیط های کنسرت ایشون بازار سیاه پیدا کرده. از این مرحلهش گذشته. اتاق فرمان آقای عماد، من چند دقیقه وقت دارم گفتید؟ تمام شده وقتم؟ بسیار خوب. یعنی میتونم یه خط دیگرم بگیرم و تموم کنم یا نه؟ بگیرم یا نگیرم؟ نگیرم. بسیار خوب. اتاق فرمان به من اجازه نمیدن که خط دیگری رو بگیرم. بینندگان عزیز، رئیس من در اتاق فرمان آقای عماده و من ناچارم از شما خداحافظی بکنم. امیدوارم که نگذارید و که جمهوری اسلامی ضوابط خودش رو دیگه بر روابط اجتماعی ما و روابط تفریحی ما حاکم بکنه. هفته آینده با یک برنامه همصدایی و یک برنامه نسیم شمال دیگر در خدمت شما خواهم بود. روز روزگاران بر شما شاد و کامروا. چرا هنوز یاد تو میافتم که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. اونقدر گفتن که آزادی به مرگ ساده تن دادی، شاید از جرم دیروزه که به این روز افتادی.
حرف تو میمونم که امیدو به من دادی. منم همراه تو میشم به عشق صبح آزادی، به عشق صبح آزادی. سکوتو میشکنیم ما بفهمن که هنوز هستی، و فریادت نشون میدی که از هیچی نمیترسی. داره آروم جون میده نسلی که مرگو فهمیده. نمیدونم چرا اما آزادی